سلام عرض می کنم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که جور صحتمند باشید. امروز 4مین درس قاعده اقرار شروع می کنیم و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 4 حرکت زیر یعنی کسره. تعریف کسره. کسره یک حرکت خوابیده است. همیشه در زیر حرف می آید. بدون کش، تکان و مجهولیت خوانده می شود. حرف کسره دار را مکسور می گویند. حالا حرفایش می خوانیم. بزیر بی، تزیر تی، ثزیر ثی، جیم زیر جی، حزیر حی، خازیر خی، دل زیر دی، ذل زیر ذی، را زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ها زیر هی، همزه زیر ای، همزه زیر ای، یا زیر یی. تمرین حروف مشابه صدا. ت زیر تی، طا زیر طی، ث زیر ثی، سین زیر سی، صاد زیر صی، ح زیر حی، ها زیر هی، ذل زیر ذی، ز زیر زی، ظا زیر ظی، ضاد زیر ضی، عین زیر عی، همزه زیر ای، قاف زیر قی، کاف زیر کی. کلمات قرآنی که حرکت زیر یعنی کسره دارند. قاعده: اگر حرف را دارای حرکت کسره باشد باریک تلفظ می شود. مانند کف زبر که، را زیر ری، کری، ه زبر ه، کریه وقفا کریه. حالا تمام کلماتش می خوانیم. همزه زبر ا، ذل زیر ذی، اذی، نون زبر نه، اذین وقفا اذین، زبر ع، ه زیر هی، عهی، دل زبر ده، عهید وقفا عهید، ح زبر ح، میم زیر می، حمی، دل زبر ده، حمید وقفا حمید، کف زبر که، را زیر ری، کری، ه زبر ه، کریه وقفا کریه، سین زبر سه، خا زیر خی، سخی، را زبر ره، سخیر وقفا سخیر، شین زبر شه، را زیر ری، شری، ب زبر به، شریب وقفا شریب، عین زبر ع، جیم زیر جی، عجی، ب زبر به، عجیب وقفا عجیب، غین زبر غ، ضاد زیر ضی، غضی، ب زبر به، غضیب وقفا غضیب، زیر ای، را زبر ر، ایره، میم زبر م، ایرم وقفا ایرم، عین زبر ع، لام زیر لی، علی، میم زبر م، علیم وقفا علیم، یا زبر یا، همزه زیر ای، یئی، سین زبر سه، یئیس وقفا یئیس، یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم زبر جه، یلیج وقفا یلیج، زبر ص، عین زیر عی، صعی، قاف زبر ق، صعیق وقفا
وقفا صعيق. همزة زیر ای، با زیر بی، ای بی. لام زیر لی، ایبیلی وقفا ایبیل. کاف زیر کی، با زبر با، کی با. را زبر را، کیبر وقفا کیبر. میم زبر ما، لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، ملیکی وقفا ملیک. فا زبر فا، لام زبر لا، فلا. قاف زیر قی، فلقی وقفا فلق. طا زبر طا، فا زیر فی، طافی. قاف زبر قا، طافق وقفا طافق. تمام کلمات شروانی میخوانیم. أذن وقفا أذن، عهد وقفا عهد، حمد وقفا حمد، كره وقفا كره، سخر وقفا سخر، شرب وقفا شرب، عجب وقفا عجب، غضب وقفا غضب، إرم وقفا إرم، علم وقفا علم، يئس وقفا يئس، يلج وقفا يلج، صعق وقفا صعق، إبل وقفا إبل، كبر وقفا كبر، ملك وقفا ملك، فلق وقفا فلق، طفق وقفا طفق. درس 4 هم تمام شد. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای یکتا و یگانه میسپارم.